جنگاور. چی شد جنگاور؟ مرا دیده حیران شدی؟ من جنگاور رو از کجا میابم؟ این کار توست. اگر جنگاور رو یابی ثبت اصل میشود. سردارم شما خوب هستید یا اینکه او را باز در خیالتان دیدید؟ چی گفتی ساده خوشخاله؟ چی خیال؟ پسرم میگویم که کلتکیلت را دیدم آخر. سردارم شما را پیش هجری برده جنایتان را برآوردن در کار. اکی میشم. جنگاوری که سالها از پسش بودم یک معظم بوده است. خنده آور است. تا اینجا بود جنگاور. تو با جنگاور چی مشکلی داری؟ این به تو داخل ندارد. تو این کار رو قبول میکنی یا نمیکنی؟ این رو به من بگو. چه خیل به تو باور کنم؟ رود و نوار را به من ندی. دیگر جز به من باور کردن چاره نداری کلتکیلس. درباره جنگاور اقلا کمی معلومات داری؟ اگر معلومات میداشتیم خودمان دستگیر میکردیم. تو رو به اینجا دعوت نمیکردیم. تمام. جنگاور را به تو میارم. تو هم تا آن زمان نوار را خوب پنهان کن. این خیل باشد راضیم. چی خیلی خیانت سنم؟ تو چه هم میگویی؟ امروز از خانه بیرون نبرآمدم زورو. دلم از زندگی سیر شده است. جانی من هجری این خیلی کار میکنن مگر؟ یگان خطاگی شدگیست؟ تنها یک خطاگی است. آن هم هجری رو دوست داشتنم. نه. اوف سنم جان این خیلی نمیشود. من حاضر به نظرت میآیم. منتظر من باش.
این کار بسیار دوام کرد جنگاور. اکای جوهر، هجری چیکار میکنیم؟ هجری رو میکشد آخیر. چیکار میکند این ندید؟ چیکار میکند؟ هجری رو میکشد. پلیس نیست، پلیس جردن. نزدیک نشو، در جایی که هستید ایستید. اکای جوهر ایست. تمام. چی گپ است؟ پلیس را جزدنید. هجری؟ هجری ایست دخترم، به کجا میروی؟ و آدم تو را میکشد. هجری اکای جوهر سر ده. دیگر پنهان شدن نمیتوانی جنگاور. اکای جوهر ایست، باید روم. یا خدایا، و ای آدم دیوانه است، هم تو را میکشد هم ما را. یا خدایا، در حال به کمیسر اونال زنگ زن، کنانی دیوانه را بگو زود به اینجا آید. هجری اکای جوهر رها کن. دخترم، چرا گپ را گوش نمیکنی تو؟ و آدمی بد است، ترش کار را میکند، هممون را میکشد. یا خدایا. الو جناب کنال، زود آید. هجری را میکشند. چی؟ هجری را میکشند؟ چه ها میگویی؟ در کجا هستید؟ در نزد خانه هجری هستیم. تمام، خاموش کن، حاضر می آیم. مرا گوش کنید، زود به نزد خانه هجری میرویم، زودتر. گز را زیر کن. اکای جوهر رهایم کن. چرا گوش نمیکنی؟ و آدم روحی ناسالم دارد، تو را آنجا میکشد. یا خدایا. او را پراندم. هجری در کجا هستی؟ هجری چی کار کردی او را؟ کشتم. نه غیر امکان است، نکشتی او را. بیچاره. چخیل هجری، تو رو موازین فکر میکنی؟ جنگاور، هجری را دیدی تو؟ رو از کجا میامم؟ کسی هفتی او رو ندیده است. جای و مکانش را هیچ کس ندیده است. لوند، خیالات رو دیدی؟ دروغ راست گفتی. یا خدای من. تسلیم شو کلتکل است. جنگاور، من او را
لعنتی به شرف. کارتکلان بست نامرد. ایست میگویم. با تو میگویم ایست. یک طرف ایست. آبا چه بست. آب افتاد. لونت کاملا رو بزنم تو رو وجدان سالم برو که خلق بشه بکن. کاملا دست ما بگه که کلا بترسم. تو چقدر آدمی به انصاف بوده ای. همکارت آب خورد نجات دست میده. ما بگه که خلق بشم نمرم. ابله من تو را. آبا گیته هلپ می لونت یوریدی ایست کالتاکلاس. کاملا برو که وجدان سالم در تو فیلم حال درو بند. من فکرم که من که تگیم هم ترسید. آمدم کن اینجا بیا. پسرم مثل دلفی چلو کن. دستت رو ده. بگیرم که برده. بیا بگیرم اکامل. بیا. بگیر. در اونجا زینه است. به نزد اون بیا. در کجا هست زینه در کجا هست؟ لونتی ابله دیدم سر اینجا زینه است. دیدم. لونت خوب هستی؟ خوبم سردارم خوبم. زور شیدا کردم. کن اینجا بیا. میدونین اتکیام کلا خورد. بخیر است کمیسر رونالد. برای آبازی کردن آمدید مگر؟ تو چی میگویی؟ تو با کالتاکلاس چی رابطه داری؟ کالتاکلاس گفتی؟ کدام کالتاکلاس؟ کالتاکلاس بوجاش. به اون به شرف بگو که او رو دستگیر کرده به محبس میپرتویم. به نفقه نبر آمده او رو دستگیر میکنم. لبای. الو کمیسر رونالد هیجری رو کشته ایستادند. زود بیاید کمیسرم. چی؟ هیجری رو میکشند؟ در کجا؟ تمام میایم. رفتم لون. هیجری رو میکشند. رفتم آیسته. با قبول که یکا جورو نمیبینیم. شاید من تو رو میدارم. اکاونه لگان و دل زویه و کچه من درون ببرورم. کی رو؟ این هیچی گفت مگر؟ همان معاصیم؟ جنگاور ایست. هجری در کجا است؟ هجری نمرده است. همه خیلی نه زنده است. کنی رفته بینم. ایستا که جوهر با کجا میروی؟ چرا نروم؟ نشونیدی مگر صدای تلیسیلا را؟ خاصیتش خوب نیست. انشاءالله و هیجری را نکشته است. دیدی کنانی دیوانه هم نامد. سلام هم رفت و دیگر نامد. دختر جوان است و سرش هر بلا می آید. این جنگاوری خودمان نیست مگر دوان بینیش رو شکن. اکا ایرج هجری رو دیدید شما؟ نه ندیدم. وای آدم است گو وای آدم گفت که هجری رو کشته است. دروغ است خیر نه؟ هجری نمرده است همه خیلی نه؟ خدا بلا بسرش آرد از هیجری چی بخواهد؟ چخیلو رو کشت. واه حیف شد بچه جوان بود در سین نوبهاریش رفت. هجری در کجاست؟ قاتل حرام در کجاست گفتم تو را؟ دخترم ایست آخیر ایست. بیندنم برادر. باری دیگر تو رو در بری بهار بینم. جورگی تمام. آب کمال سیو حیات شخصی من است. با تو چی ها؟ خواهم با بهار میگردم خواهم با زهرو اگر خواهم با هر دویشون. شیطان میگوید که این پریک رو از سرش بکش. ولی خودت رو اداره کن کمال سیو. این کار رو کردی میلیس رو از دست میدهی. ای ابله از کی میگوریزد این ابله؟ من هم نفهمیدم که چرا میگوریزد. کمالیسیا آن حریف را دستگیر کنید. هجری را کشت.
چی؟ هجری رو کشت گفتید؟ اینها که هستند؟ چرا از پسم دویده ایستاده باشند؟ هجری رو چرا کشتی ها لعنتی؟ جنگاور هجری در کجاست؟ در کجاست هجری؟ نمرده است همی خیلی؟ التماس نمرده است بگو با من؟ اکا این جنگاور نیست؟ ماشین را نگاه دار. چرا جواب نمیدی؟ چی گپ اینجا؟ جنگاور است نگفتی که هجری در کجا است؟ زنده است آخیر چی شده است با او زنده است؟ هجری در کجا است؟ از شما پرسیده ایستادم هجری در کجا است؟ یک بدبخت او را پر راند جناب کنعان. اکا کنعان آیا هجری مرده است؟ ای خیلی گپ نزن صغیره. کجاست وای آدم؟ به اون طرف دویده رفت. کمالی سیاه از پس آن دویده رفت. اگر به هجری چیزی شود آتش میزنم استانبول را. هجری هجری نزدیک شوی رفیقت را میکشم. هجری مرا تنها نگذار. آه هجری آه هجری دخترم خدا بزرگ است اینها میگذرد. برادر اینجا چی گپ شده است؟ اکا هجری رو پروندن. هجری گفتی؟ تو چی ها میگویی؟ کی پرونده است پسرم؟ اکا نمیدونم اما میگوین که جنگاور با اون طرف رفته است. آه جنگاور تو تمام شدی. میکشم تو را لعنتی. دخترم باز یگان کاری خطا نکنی. از پسم تعقیب نکن. مان کمال آن ابله از من است. تو خوب هستی عدنان؟ خوبم. هجری خونت را در زمین نمیگذارم. انتقامت را میگیرم. ایست در آسمان میگفتیم در زمین یافتیم. جنگاور هستی نیستی نمیدانم و تو را کمان میکشتم و به قادر است پادر است نمیدانم تو را تسلیم کردنم لازم. و دست افتادید. سردارم چیزی که من میبینم شما هم میبینید؟ چرا؟ اونجا جنگاور با کارتکل است. کنی در کجا؟ انا اونجا. میدانستم که آنها یک جای کار میکنند. نه شما را دستگیر کردند. گپسن کنی گپسن کنگ شدی ها؟
چی هست ها؟ چرا دستت را برداشته؟ چی؟ برای خلاص شدن راه میکاوی ها؟ گپ زن کنی گپ زن. چی هست چی؟ تسلیم شو کلتاکیلاس. این دیوانه دیگر تو می مرا رها نمیکند مگر؟ از پس کلاس بدو. بس نومر بپرانو. دیگر جای گریز نداری. انتقام هجری را میگیرم. اینجا چی گپ هست ها؟ کلتاکیلاس تو را میکشم خوشحالا. کنعانی دیوانه. تو را هم میکشم لعنتی. این صدای تیرپرانی از کجا می آید؟ او بشرف کجا گم شدی تو؟ این اونال در اینجا چی کار میکند؟ اینجا چی شده باشد؟ این خیالی نیست مگر؟ آدم سخرات این رو که کشته باشد. سردارم جنگاور مثل خرگوش دویده رفت. سردارم از این پس مصلحت میکنیم کلتاکیلاس رو من جنگاور رو شما تعقیب میکنیم. این خیلی نمیشود. سردارم شما چه کار کردید؟ اکنون شما قاتل؟ چی میگوی دیوانه؟ سردارم دستتون رو درست کنید. شما رو دستگیر کردنم لازم است. درست کن. چی میگوی پسرم؟ رو من نکشتم آخر. نباشد که کشت. چی میدونم من از پس کلتاکیلاس بودم این از پیشم برآمد. یا اینکه کلتاکیلاس اینو نکشته باشد سردارم. نمیدونم. شاید کلتاکیلاس کرده باشد شاید جنگاور هم کرده باشد چون که هر دوشان سقراط را دشمنند. لیکن آدم سقراط اینجا چیکار میکند؟ لوین به مرکز زنگ زن یک گروه فرستند این جسد رو گرفته تحقیقات کنند و ما خبر رسانند. ما هجری را بینیم انشالله به هجری هیچ چیز نشده است. انشالله اطاعت کنال جان. آدمی که کنعانی دیوانه پراند کی بوده؟ خدایا اکنون اونال فکر میکند که او را هم من پراندم. جنگاور را هم از پشت اونال از دست دادیم. ای خدای من. نه آخر هجری را هم پراندم. هجری نه آخر. صدایتان را گیرید. کمیسر اونال اینجا هست. شرف حلال کن. حلالت بود. حلال کن تو هم نمک برادر. حقی منم حلالت بود شرف. اکا کنون سنمون ندادی. آخر بزن مرم خاکا کنون نایلش خامسیده باشی. اوستا خاموش باشید. خاموش. با این زخم چیزی نمیشوید. کمی خیزید. در پایان زخم هایتان را میبادیم. خیزید. خیزید. خیزید.
هجری از راستی مرده است مگر؟ ایست. مرا ببخشید پسرم، ببخشید. این پاپ باشه. شام بخیر جناب پاپ. شام شما هم بخیر. بخیر است؟ به فکرم راحتان را گم کرده. نه پسرم، من به آدم هایی که گمراه هستند راه نشان دادن آمدم. من این صدا را از کجا میشناسم؟ وای معذرت میخواهم جناب پاپ، ولی در این جایها یگان کلیسا نیست. آخر شما اینک اینجا خطا آمدید. خطا نآمدم پسرم، خطا نآمدم. برای آن آمدم که تو بر این پدر نلدهای عاقل پدر را به راه راست هدایت کنم. شوکت تو بس کن این پاپ بازی هایت را. خدایا اوکی از جانی من به خدا یادت کردم. ایستکم شوید. در کجا میگردی؟ ای برادر تو ما را به این هفتم چه شناختی؟ بابای مافیا کمی کرد اکنون پاپ شدی. چیکار کنم برادرم؟ مجبور. همه خیل شد. کنی بین لباس به من زیوید است. یک گم شو تو را با این لباست. ماجینی محلامون رفت. بسیار بچه خوب بود. ای بچه که خوبی محلامون رفت. ای شد بچه بسیار جوانی خوب بود. سنان بخشش جانم. زهرا هم آمد. چی شد؟ هجری را پراندن. چی؟ ها. با من هجری هم رو بیارید. هجری هم رو آرید بروی من. تمام جانم تمام. اکا جون شما مرد گفته میگویدو، ولی کجاست وی آدم؟ وی آدم را یگان کس دید؟ وی حرفی به وجدان او را پراند. کنان دیوانه اومد. برادر بیا این طرف بیا. خیر مرانه تو را نشناسد. هجری در کجا است؟ ها؟ دامولا هجری در کجا است؟ پراندن هجری را. چی؟ برادر در حقیقت هجری را پراندن مگر؟ چی میدانم پسرم؟ هجری مردمی بسیار جمع شده است، آنها را ببین. یا خدایم بین همین خیل می نماید. برادر آخر وی بچه مثل ملائکه بود، کدام به شرف پرانده باشد؟ به خدا من از جنگاور شبه دارم. است این که کار جنگاور است به فکرم. جنگاور گفتی؟ جنگاور چرا هجری را می پرانده است؟ هجری برادرم به خدا حیف شدی. هجری استادم. دیگر ما را به راه راست کی میبرد؟ دیگر به ما کی امر معروف میکند؟ هجری بچه خوب بود، بسیار بچه خوب بود. حیف شد بچه، حیف شد. جای جانت شود برادر. بیچاره زن نگریخته رفت در منور شد دلش. هجری تمام جانم تمام. از راستی هجری را پراندن. کدام به شرف این کار را کرده؟
چی گپ شده است اینجا؟ هجری پسرم تو زنده هستی؟ نمردی مگر؟ این بچه هجری زنده کو؟ خدا رو شکر هجری نمرده هستی. خدا رو شکر هجری، خدا رو شکر که تو زنده هستی. خدایا نمردی تو؟ زنده هستی تو؟ هجر پسرم خوش آمدی. های خدایا این بچه بیاد دستیم برای تبینه کو زنده ای؟ این بلبق زنده کو؟ این بچه از همه جا خلاص می شود. به خدا من به تو میگویم. بیامو به خدا زیخ شده من برم هجری یک آغوش کنم تبریکش کنم میگردم میام. استا دیوانه هستی مگر؟ کنعان آنجاست، تو مردن میخوایی؟ کمی ایست. بسیار احساسی شدم برادر، یک رفته آغوش میگیرم میام. شوکت استا، مرا دیوانه نکن. تو اکنون از اینجا گم شو. من باشم بعدی رفتن این آدم ها به خانه هجری میدرایم. چی کار میکنی دوریست؟ شیلقین. هجری جان آمد دیدن. بابای قادر. دخترم این چی میکوبد اینجا؟ میگویم که این بلایی سری سوداگرها اینجا چیکار دارد ایرج؟ نمیدانم اکا. چطور شد دخترم؟ خوب هستی؟ خوبم پدر. بابای قادر پدری سنم بوده است. این بابای قادر پدری سنم است؟ همین خیل بوده است. من خطا شنیدم؟ این دختر قادر گفتنی آدم را پدر گفت؟ حاجی من پولدار باشم همه مرا پدر میگه. سفسطه نگو گاو. آن دختری دراز را پدرش قادر بوده است. یا خدایا هیچ مانندی نداره کو؟ چی گپ شده است کمی سرغونه؟ خیالی آدم سقراط است کو. او خواست از هجری را بکشه. سقراط گفتی؟ این آدم نمرده است؟ هنوز معلوماتی عمیق نیست. هر جا باشد آدمش برای گرفتن انتقام به اینجا آمده است. آدم سقراط این مؤذن را چرا کشتن میخواهد؟ این من از کجا میدانم؟ کمی سرونه آدمی که هجری ما را پراند با او چی شد؟ اگر او را دستگیر کرده باشد کنی پرسید که او چی میخواست از هجری؟ پرسپاس میکنم ولی او مرده است. جسدش رو یافتیم. مرده است گفتی؟ با خدا کمی سرم ما نکشتیم. خودی او آدم به ما هجوم کرد. با زور خلاص شدم. وای آدم گریخت. کنعانی دیوانه و آدم هایش از پسش رفتند. ای کنعانی دیوانه مگر تو کشتی؟ گوش که اکای اونا وای آدم همو جنگوار کش با چشمای خودم دیدم. جنگوار اکا؟ من هیچ کس رو نکشتم. بله رفیق کمیسرم، ما با اون خیالی جنگ کرده ایستاده بودیم. ما رو با کرد هجوم کرده، دستانمون رو زده یردار کرد. جنگاور آمده خیالی رو پروند. جنگاور این خیل کار نمیکنه. اینقدر تعقیب میکنیم او این خیل نمیکند. اگر جنگاور او رو نمیکش او رو میکش. مرا گوش کنید شرف جان، نمیک جان، کنعان جان، هر سه شما با من آید بیاناتتان را میگیرم. هجری جان یکا تو پگاه بیا بیاناتت رو گیرم. مایل شکه اونال آدم سقراط چرا این مؤذن را کشتنی بوده است؟ یا اینکه فکر کرده است که مؤذن جنگاور را میشناسد، یا فکر کرده است که سقراط را جنگاور پرانده است. آها چی گپ شده ایستاده است آنجا؟ گوش کن پسر، چرا شما با اون کمیسر دروغ گفتید؟ اکا برای نجات تو دیوانه هستی؟ او چرا گناه رو باری جنگاور کردی؟ اکا گوش کو وای اونا جنگاور هم میشناسن نه دستگیر کده میتوانانش. همین کم میفهمونیم هیچی نمیفهمی اکا. ات در کله های پوک شما روید بناشین زود. بگذار کجا می رویم ما؟ بابای قادر پدری سنم بوده است. بیا با سنم گپ زنیم. با پدرش گوید که دیگر از پس میلیس نشود.
نه نمی شود. بین آنها آدم‌های خطرناک هستند. فهمد که دخترش را به این کار آمیخته کرده ایم. سرمون در بلا گرفتار می شود. بیا رویم. اوف، من از بابای قادر خلاص نمیشوم اگر اوف. رفتیم. برادر میدونی چی؟ در حقیقت خدا به ما یاری داد. صدقه های ما قبول گشته بود است. شکر پسر شد. رفت. میرویم مکه. خدا نگهبانی همه امون باشد. میروم من. معلش جانم، شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. خودت رو احتیاط کن دخترم. شب بخیر پدر. زهرا؟ زیا، تو اینجا چی کار میکنی؟ چی شد جانم؟ برای دیدن من آمدی؟ در حسرت من هستی. مرا نبینی دیلک طاقت نمی کند. همین خیلی نه؟ شیطانی نکن زیا. من به خانه میروم. تو هم پگاه بسیار خوب میدونی که چی کار باید کنی. آن بهار گفتنی زن رو از خانه پیش میکنی، وگرنه جسور منتظر من است. جسور گفتی؟ کاری میکنی که او را مجبور میکشم. چی شد جانم؟ از دختر بازی خوب بوده از گفته قهرت کرد. این خیر باشد گفته هایم را کن. هجری سنم майдачаам. майдача? چی خیلی از آن آدم رها یافتی؟ گریخته پنهان شدم، نجات یافتم. اگر به تو چیزی میشد هجری، من چیکار میکردم اون زمان؟ اونقدر ترسیدم که من هم ترسیدم سنم. فکر کردم که از من جدا شدی تو. جدا شدنم رو؟ این از کجا برآمد؟ فهمیدی که با اون زن علاقه ندارم من؟ کدام زن؟ وای اون زنی که برای گردنبندش آمده بود کو؟ تو از هجری من چی گردنبند میخوای؟ من به تو نشان میدیم گردنبند. سیمر انا دیدی در اینجا هست. اون زنی مرا خیانت کرده. چی؟ شرم نکرده در باره زنی که با اون مرا خیانت کرده صحبت میکنی؟ چی خیلی خیانت سنم، ما صحبت کرده بودیم کو. خاموش هجری خاموش، تو را گوش کردن نمیخواهم. من فکر کردم که با تو چیزی شده است، برای همین زیغ شدم، اما این را فراموش کردم. خوب شد که به خاطرم آوردی. میروم من. التماس سنم یک لحظه مرا گوش کن. از پس هم باز نیایی. شد فهمیدی؟ پیشتر майдача هم گفتی چی شد؟ من نفهمیدم. که جدا شده ما؟ سنم خدای مهربانی ما. اگه خبری به سنم خیانت کردنی هجری رو به همه میرسانیم. رفتیم. هجری کجا شدی ها؟ به تو چیزی شود بسیار میترسم. خوب هستی؟ خوبم استاد، خدا از شما راضی باشد. کنی بشی؟ هجری سقراط با تو چی داد و گرفت دارد؟ از تو چی میخواهد؟ باز وای پدر سنم در حقیقت بابای قادر است؟ بله استاد. این خیل باشد انیق مواد مخدرات در خانه تو او مانده بوده است. بابای قادر مرا ترسانده نمیتواند، مرا از سنم جدا کرده نمیتواند. هجری عاشق شو گفتم، اما نگفتم که به دختری بابای قادر عاشق شو پسرم. تو دیگر دختر نیافتی. تو بسیار با دقت باش هجری. مایلش استاد. گرچه به تو میگویم با دقت باشم، ما بلای سری خودم کم نمی شود.
جنگاور گفتن آدم را یافتنم لازم. جنگاور گفته؟ بله، جنگاور. باید او را دستگیر کرده به بابای قادر تسلیم کنم، بعد خلاصی میابیم. این چه دنیا است. استاد، بابای قادر برای آزاد شدن شما چی علاقه دارد؟ پروا نکن هجری، تو در این مسئله خودت را غم نده. جنابی عزمی جان. جانم. به صبرانه انتظارم. تو یمان رو کای میکنین؟ بیاید خونه دار شویم. البته عزیزم، با من کمی دیگر وقت بده لطفاً. کنی دهانت رو کشو. کنی انا بخیر. او نوشین چکن. چه خیلی جفتی رومانتیک هستی. حالا تو نمیدانی. عدنان جان، دهانت رو کشو. از این زن خلاصی ندارم. چی؟ نه رحمت بهار جان، نمیخورم. آخر عدنان جان زیخ میشوام. کنی کشو. من زیتون رو دوست نمیدارم. چرا دوست میداری جانم؟ بگو آن رو با تو دیهم. نه این خیلی نمیشود. زهرو رو گپ دیهم که این زن امیدش رو از من کند. دیگر چاره ندارم. زهرایم، زیبایم، دیدی برای تو اصل و روغن آماده کردم. بگیر. نمیخورم رحمت. امروز با بهار صحبت کرده این کار رو حل کردنم لازم. این کار را ببین، باید جنگاور را جستجو کنم. با چی کارها مشغولم من؟ این چی گپ است آنجا؟ خیر فهمیدیم که نوز میکنی. کنی دهانت رو کشو. در حقیقت جسور رو از من خوشش می آمد است. زیا همش از پشتی تو شد. میدانید من از عسل الرژی دارم. تشکر زیاد. چه خیل آدم از عسل الرژی داشته است. مثلا تو عسل بر این دختر هستی، یعنی من از تو الرژی دارم. اگر این کار روبین برادر بسیار خوب نقش می‌بازیده است. آنا بین کاتورا می آید. توف دهانت رو کشو. قطور نمیخواهم، پرواز نمیخواهم، اصل هم نمیخواهم. فهمیدی مرا؟ عدنان جان، مادامی که بسیار میخواهی این خیلی باشد. یا خدای مهربانه. نوشی جان، اصل درمانی جانت شود گل من. زهرا چیکار میکند؟ حیران شدم برادر. فهمیدم. چشم او در زیونه در عدنان بوده است. چه جفت رومانتیکی. خودمان همین تبلیت جان. رومانتیک گفتی؟ زیبای من، آنها را بین پروایی ندارم. من میدانم چی کار کنم. نوشی جانت اصل من به تو کسان. من این دست را نشکنم مگر؟ چی کار میکنی ها؟ زیاد چی کار میکنی تو؟ خست دستی رفیقم را رها کن. چی کار میکنی؟ رو با همین رفیقته. دخترم بیا، ما با خونه میرویم. پدرت چی؟ می آید دخترم. رفتیم. کنی اینجا بیا، تو را پاره میکنم. مانه داید رهایش کنید. مرد باشد بیاید. حالا هم گپ میزند. رهایم کنید او را پاره میکنم. یک لحظه ایسته برادر. جسوری ساخیر به خود بیا. کنی اینجا بیا. رکار دیوامه خانم گریز. پلیس نیست مگر؟ پلیس جواب نمیدهد. پلیس ساخته کار اینجا بیا. تو اینجا بیا. رم از اینجا لطفا. خوش میکنم رفت. تو این جسوری لعنتی رو نکشم نمیروم. آی برادر، تو کی را کشتن میخواهی؟
لوین تلفن رو جواب ده. ایتوات سردارم. الو کارتکلس اینجاست. خانم گورس اینجاست. سردارم کارتکلس در اینجاست میگوید. چی میگویی ها؟ تلفن رو با من ده. الو کی هستید؟ کارتکلس رو در کجا دیدید؟ در اینجا دیده میگویم. پلیسی حقیقی منم. دتکتیو حقیقی منم. خانم گورس اینجاست. الو کی هستید؟ چی میگویید ها؟ زیو پلیس اومده تو رو دستگیر میکنه. لطفا رفت. بعد با تو گپ میزنم. بعد تو را ساز میکنم. قهرمان حقیقی منم. ساختکار همینجاست. او را دستگیر کنید. الو کی هستید؟ کمیسر حقیقی منم. لوین چی میگوید او؟ الو برادر خبرکش درباره خودت کمتر معلومات بده. من دتکتیوم. برای گوشه. چرا تلفن رو خاموش کردی؟ داملا ازمی دیوانه اسکان امو هستی. دیوانه یبله اوه کار را بینه. کاری پلیس با دیوانه ها افتید از خالش آب برد. همه شای شما. لوین از آدم سخرا دیگه خبر هست؟ نیست سردارم. حالا هم منتظر هستیم. زیو تو چی کار میکنی؟ پلیس میآید. روا خیر. حیفی تو زهرا. از دست این آدم نان اصل مالیده میخوری ها؟ اصلا حیف بود به تو. اون زن را حالا هم پیش نکرده ای. چی گپ هستین؟ یا اینکه تو با این آدم رشکی مرا میسنجی؟ چرا این کارو میکردم؟ نباشد تو را از جسور خوش میآید. سفسته نگو زیو. هیچ گم نمیبینیم. اصلا تو را میبینم. تو را سانم التماس در رو میکشوی. رو از اینجا هجری. تو رو دیدن نمیخواهم. سانم لطفاً در رو کشه صحبت کنه. سانم این کاری خیلی نمیشود. کاری کرده به خانه در آمدنم لازم. با تو نگفتم که رو. چرا در پشت در منتظر هستی؟ تو رفته با زنی که بودی با او صحبت کن. من با تو باور کرده بودم هجری این خیلی نمی کند اما کردی. باز به حالت معزین هستی. مرد نیستی آخیر. همه مرد تو یک خیل هستی. هجری گپا تمام شد؟ تو با اینجا چه خیل در آمدی؟ با واسطه عشق تو در آمدم. بفرما خانم. تو رفته این گلها را با اون فاحشه دیده. رو از خونه. اما یک لحظه است اجازت بده گپ زنم. اون گلها قیمت بودند آخر. رفت اجازت بده گپ زنم. این بار اومده رفت. تمام گناه میگیری آخر تو. رو از اینجا زود باش. سنم نه یک لحظه مرا گوش. من تماما تقدیر ندارم ها. گلهای بسیار زیبا بوده است. هجری چقدر رومانتیک بوده است. وای فکر کنی که با این گلها مرا فریب داده میتوانی خطا میکنی. هجری جناب ایرج سلام. سلام. خبر رو شنیدید؟ کدام خبر رو؟ نه از کجا؟ هجری این خیل کار نمیکنه. ما هم باور نکردیم. اما چی میگویی خانم گلسون؟ هجری این خیل بچه نیست آخر. این خیل کارها نمیکنه. چی؟ هجری به سنم خیانت کرده است؟ جانم سنم همین خیلی گفتم و من باور نکردم. هجری این خیلی کار رو نمیکنه. با فکری من هم. اما در محله اوضاع این تهمت زیاد شده است. مردها همش همین خیلنا. یعنی من این خیل کار نمیکنم. البته خزروه کمالیسیو بیانات هجری رو گیریم. شینو خیردنم برادر. هجری این خیل کار نمیکند. یگان نفهمی شده است. برادرم پیشتر گفتی که همه محله میدوند. خب من تنها تهمت گفتم. حقیقت است نگفتم کو. شمان نشود برگی درخت نمی جنبد. رفتنی باشی بیو. نروی خودم میروم. یا خدای روی برادر. وای من لعنتی شمکه در کجا هستی؟ در کجا؟ اکا
тамоми чиқрию кӯчаҳои шаҳра гуфтем паданала тана юфтем вай ҷа грехта рафтагӣ ай куҷои ин поп нест магар? ҳа поп аст. охир писар поп дар инҷо чӣ кор мекунад? ҳамин таблиғотчӣ боша? чӣ гап таблиғотчӣ? ака шояд роҳашро гум карда бошад. бисёр хуб, роҳашро гум карда бошад. мо ба ӯ роҳи ҳақро нишон дода ӯро мусулмон мекунем. чӣ гуфтӣ? чӣ хеле дини исломро қабул мекуна? ҳайрон мешам машумода ака. астағфируллоҳ писарам, мо кӣ ҳастем ки мусулмон мекунем? ҳидоят аз ҷониби аллоҳ аст. мо ба ӯ танҳо муҳтавои исломро мефаҳмонем. хоҳад қабул мекунад, нахоҳад қабул намекунад. шояд он бечора баъд аз ҳазрати исо алайҳиссалом омадани охирин пайғамбарро хабар надошта бошад. ба ӯ аз омадани охирин пайғамбар ва аз байн рафтани ҳукми дини масеҳиро фаҳмодан лозим. акай канун ҳама инро мо ба ӯ чӣ хел мефаҳмонем? ман як фикр дорам. мо чаро кордор мешавем? ӯро ба назди пиги кор устодамон мебарем. ӯ чӣ коре хоҳад кунад? офарин ба ту шараф. беҳуда нагуфтанд ки соати вайрон ҳам дар як рӯз 2 маротиба соатро дуруст нишон медиҳад. фикри хуб ба сарат омад. рафта ӯро гиред ба назди домулло ҳиҷрӣ мебаред. салом алайкум мистер попбет. ҷаноб поп, мегӯем ки мусулмонат кунем ака. یا خدایا هر کجای نرم می ابله ها از پیشم میبرن. آدم اکوش دیسته پوپ. اکا این پوپ مسلمان شدن نمیخواه. او را دستگیر کنید. بستر مردک. جناب پوپ از هدایت جای گریز نیست. ای مردک به مسلمانت کنم آخی چخل آدمی تو؟ این بدبخت ها چی میگن؟ آخی من به این مسلمانم. به مسلمانش کنه؟ پاپ گریخته ایستاده است. او را دستگیر کنید. کجا میره اکا؟ تمام برده کجا میره؟ بس دیگر راه گریز نداری جناب پاپ. استاد جناب پاپ میبریم در اینجا کمتر نصیحتت میکنیم. فهمیدی نفهمیدی با قبری پدرت رفتن گیرو که به مایمونگری نکن به بعد گیزلاب ده بقباش شرف بقباش شرف بخشی زیاد این طرف تو بیاد همه عقل سبزه که در مگیز تو بخواه نشد. فهمیدی یا نمخی؟ فهمیدی؟ اترام نولیم بیسونک تشت رو یا خدایا بخیر با کشختکی ببریم. چی میگی؟ اکا کانونی نو وارده بود. جناب پاپ چرا میگریزی ها؟ از ما با تو ضرر نمیرسد. پروا نکن. ما خوبی تو را میخواهیم. تو را مسلمان میکنیم. تا اینجا که آمده باشی در این حکمتی هست. با ما گوش کنید. رفتیم با نزد داملا هجری میرویم. خدایا این دفعه اگر فهمد که من شوکت هستم انیق مرا میکشد. به خدا انیق میکشد. بودرم لحکل نکو. نه ایرا او بود شکوکی سر سالتو میگه چی؟ خب شراب بکن خیلی دیونش دیگه. پاتو دور دا پاتو شرم خیلی همشه سرم تو خورده. خیر هجری زهرا مرا باز پیش کرد. استاد سنا مرا پیش کرد. ما از این دخترها چه عذابهای ندیدیم. ای جسوری سختی؟ هجری کنی با بیرون برو. ای برادر کمی آروم شو آخر. این خیلی عیب است به خونه‌اش هجوم کردن. تو چرا اینقدر بسیار گپ میزنی ها؟ کنی بیرون برو. جسور است؟ همان ابلهی که بین من و زهرا در آمده بود. من حاضر به اون نشان میدیم. استاد چیکار میکنید شما؟ در اینجا بودنتان رو باز نفهمم. این نشان درست. خیر من یگانجا پنهان شوم. تو چی خیلی به سنم خیانت کردی ها؟ برا میگویم زود باش. ای وای جسور هجری رو میزند؟ اوه مون زند؟ همین خیلی زند که عقلش به سرش آید.
چه خیل با سنم خیانت کردی ها؟ تینجی هست؟ عدنان برادر شاید نفهمی شده است. شاید هجری همش رو نقل کردن میخواهد. فکر نکرده گپ زدن خوب نیست. همه گپش رو با سنم گفته است. تو چه خیل با سنم خیانت کردی ها؟ کمی آرام شو جسور. این مسئله رو در داخل صحبت میکنیم. ها هجری؟ در درون در هوای توزه بخچه شینیم چی؟ این خیلی در بیرون نمیشود. موضوعی مهم است. در درون صحبت میکنیم. گپ میزنیم. آن دست تسبیح تاب میدادت را من میشکستم. خواهش جناب هجری کنی نقل کن چرا به دختر خیانت کردی؟ شرابی از خوان کرد؟ اکه کنون فرض کردیم که جناب پاپ به خانه در آمد و اسلام رو قبول نکرد. بعد من جناب پاپ رو به بیرون برآورده پروندم. چی خیلی میشود اکا؟ چی میگویی پسرم؟ سرستان نگو. دین ما دین آزاد و صلح است. این کاری مجبوری نیست. خودش با خواهش خودش قبول میکند. این شیطان رو ببیند اگر داند که در زیر این لباس شوکت است حتما مرا میپروند. دیدی جسور خیانت نکرده است. این خیلی آدم نیست. من به تو گفتم که نفهمی شده است. چه خیل نفهمی بوده است تو شده است برادر ها؟ ما رو خودی سنم این خیل گفت. زهرا چی گفت؟ نشنیدیم اگر؟ با خیر باشد انشالله. اکی کانو دامالا چی خیل هستی؟ خوبم اکا شما چی خیل هستید؟ خوبیم. های دامالا این برادر را ما در محله دیدیم که میگشت. خواهش میکنم که این را مسلمان کرده به ما ده. ها؟ این کنعان اینجا چیکار داشته باشد؟ پاپ است؟ چه خیلی پاپ است؟ بخیر باشد انشالله. پاپ اینجا چیکار میکند؟ اوه این شوکت است. میستر پاپ بگذار بشی. برای مسلمان کردن نزدیک دامالا هجری آورده. خب دامالا هجری او را مسلمان کن که ما هم از این ثواب بهره ور شویم. این خیل نمیشود اکی کانون مسلمان کردن مجبوری نیست. میشود تو کرده میتوانی دامالا. آخر دل بنده در دستی خدا است اکی کانون. به شما همین خیل است. ما هم وسیله شویم. اکی کانون از او پرسیدید مسلمان شدن میخواد نمیخواد؟ البته میخواد. اسلام یگانه دینی حق نیست مگر؟ اگر نداند هم با اون بیاموزانیم. سلام علیکم جناب پاپ. خوش آمدی. خوب هستی؟ نغز هستی؟ همین پاپ انگلیس نبوشه بو. لازم نیست که زبان رو داند برادر. کلمه شهادت را بگوید کافی است. کلمه شهادت را بخوان زود. کمی آرام شو جسور. چی مجبورش میکنی؟ برای راه حق را یافتنش این کارو کردم. حلالت با جسور. تو جوانمرد بوده ای. به خدا حلالت باد. سلامت باش. آب می نوشی؟ هجری میم شوکت. این پاپ چی گوشه که میکند؟ با فکرم او کلمه شهادت آورده ایستاده است. با دلش اکا. آخر پسرم این خیل میشود مگر؟ کلمه شهادت را در بیرون با صدای بلند بگوید. اکا او شرم میکند. آخر معلوم است که حالا هم پاپ است. هجری من شوکتم. میگم شوکتم. نمیفهمی شوکتم و نفهمم. آخر هجری ایجا بیا گوش کن مرا. اگر کنون فهمد که من شوکتم مرا میکشد. یک کار کردم برای نجاته. اکی کانون من باید با این جناب پاپ در تنهایی صحبت کردنم لازم. چی شد دامالا هجری؟ یا اینکه پاپ مسلمان شدن نمیخواد ها؟ نه میشود انشالله میشود و باید ما هر دویمون در تنهایی صحبت کنیم. دامالا ما هم گفتیم شاهدی مسلمان شویش شویم. میخوایم از ثوابش ما هم بهره برداریم. یعنی خودت میفهمی کو؟
дуруст мегӯяд кайканон, вале мегӯям мардак бо мардак гап мезанад, домуло бо домуло барои ҳамин охир. хуб набошад, дар берун мунтазир мешаем. рафтем. марҳамат. ҳиҷриҷон, бародарам, одами бузург ҳастӣ. ҳаёти маро наҷот додӣ. худо аз ту розӣ бошад. шавкат, ай келас, турам дар амҷаӣ? худо туро лаънат накунад. охир канъонро чаро ба инҷо меорӣ? мехоҳӣ ки ӯ маро кушад? бародарам, канъони девона худаш маро ба инҷо овард. ту мусулмон мешӣ гуфта маро инҷо овард. оф, шавкат, чӣ дард аст ки аз ту мекашам? келас, охир ман чӣ кор кунам? ай устод, ман ҳозир баромада акаи канонро мегӯям ки акаи Шавкат исломро қабул кард. онҳо мераванд, шумо ором бошед. Шавкат нагӯй, бо поп бугӯ. ҳа, тамом, мегӯям ки ҷаноби поп исломро қабул кард. мешавад. Тамом. худоя тавба. ака мегӯй мусулмон шуд ё не? шудааст. агар ҳиҷрӣ фаҳмонад мешавад. акаи канон, ҷаноби поп исломро қабул карда мусалмон шуд. машоалло, алҳамдулиллаҳи раббил оламин. бале, акнун роҳат ки шудед аз пай коратон шавед. домуло, моро иҷозат деҳ ҷаноби попро табрик кунем. охир акаи канон, изо мекашад. охир нав мусалмон шудааст ку. ҳеҷ гап нест. рафтем. охир домло пешдро то гап назар. бародари ҳамдини ман, алҳамдулилло бародар ки имон оварда мусалмон шудӣ. бародари мо як кас дигар ҳидоят ёфт. муборак шавад. ба хайр бошад ҷаноби поп. худо муборак гардонад. машоалло, муборак бошад. худованд ҳидоятатро зиёда кунад. яъне акнун ки мусалмон ҳастӣ, инро гирифтанат лозим. домуло ҳиҷрӣ, агар иҷозат диҳӣ, номи мусулмонии ин бандаи муъминамонро ман гузорам. номашро шарофиддин мемонем. акай канон, ба хёли ман шарофиддин ба синни соли ҳами ӯ қамовиқ нест. ба қидин монемиш намешавад? хамӯш бош, гап назан. шарофиддин номи раҳматии бобои ман аст. ака, масъалаи номгузориро ҳал карда бошем, агар мегузарем ба як масъалаи муҳимтари дигар. чӣ будай? ҷаноби попро дасташро ҳалол кардан дар кор. хаднатӣ кардан дар кор. рост ҳалол кардан дар кор. хаднатӯй мекунам? ҳалолат бод. бори дигар фикри хуб пешниҳод кардӣ. домуло, шарофиддин бародарамонро ҳар чӣ зудтар хатна карданамон лозим. охир ин кори таъҷилӣ нест. мешавад магар? коре ки кардем то охир мекунем. ҳар чӣ зудтар бояд хатнааш кунем. кани биё шарофиддин бародарам, биё, мо дасти туро ҳалол мекунем. ба худо аз рости ин одамҳо Шавкатро хатна мекунанд. бисёр хуб шуд Шавкат. ки ба ту гуфт ки либоси попро пӯшид? беақл. ака бе базму бозӣ попа хатна мекунем ё ягон базму бозӣ мекунем? чӣ хел попа? чӣ хел поп? номи ӯ Шарофиддин аст. ҳозири мусулмон нест. чӣ хел хатна накарда номи бобота дарӣ мегузорӣ? ман ҳайрон мешавам ҷаноби канон. бес аввал дастша ҳалол кунем. бале, дуруст гуфта истодаӣ. ҳар чӣ зудтар хатна карданамо лозим. ҷои тарсаш нест Шарофиддин. дард намекунад. биё гапа дроз накун. рафтем. накунед акай канон. бин бечора бисёр тарсидааст. ай бас, гуноҳ аст. ӯ нав мусалмон шудааст. каме раҳм кунед. намешавад. дар ин корҳои хайр аҷала карданамо лозим. мо ӯро дасташро ҳалол кунем, аз ӯҳдаи дигар тарсояш мебароем. бачаҳо, ӯро баред. рафтем.
رفتیم اختا کشون نکرد رفت گرد شختا که میبریم خلطان بکنیم فهمیدی؟ فهمانید اونها رو. آفرین باتوجان آفرین. کشا درو کشا. این پاتن یو پوشا بلوک میمونه تلاش که هم داره درو. بگرد ای شرافیدین چرا اینقدر غم میدهی؟ گفتم که درد نمیکند. پیش درآید روید او را درآرید. بدرو درآرید تو میسانم بدرو میگو نمیفهمی بدرو